Do you want to say greetings? No? سلام. ما یه دغدغه‌ای داریم که محتوایی که مربوط میشه به دانش، تجربه و تجربه های زیستمون رو تبدیل کنیم به محتوایی که بتونیم توی شبکه‌های مجازی بذاریم، چون که بعضی از این تجارب و دانش و اینهایی که داشتیم واسه سالها انرژی گذاشته شده. مثلا خود یه تجربه فکر کردن در مورد اینکه خوبی و بدی یعنی چی، واسه من حداقل 2-3 سال فکر کردن و مطالعه و اینها داشته تا به این نتیجه برسم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که نه فقط توی اون چیزایی که زمینه‌های کاریمونه، در مورد اتفاقات روزانمون محتوای ویدیویی داشته باشیم و توی شبکه‌های مجازی بذاریم. این اولین نشست ماست و می‌خوایم که در مورد نقد و نقدپذیری صحبت کنیم. I don't think that's not that kind of goes all the way. Okay. نقد چی از نظرت؟ نقد چیه؟ ساختاری که هر چیزی که داری میبینی، چه فرم چه محتواش، ایرادی بهش وارد کنی. حالا این ایراد میتونه تو زمینه فرمش باشه، محتواش باشه، زمینش باشه، نمیدونم واقعا. به چی؟ به مثلا به تفکرات یا به اعمال؟ دیدیم که به همه جنبه هاش میشه. مثلا یک شخص میبینی حرف خوبی داره میزنه ولی حتی پوششش مناسب نیست، بهش ممکنه نقد بشه که خب آقا این حرف که داری میزنی اگر این لباس هم میپوشیدی بهتر بود. اوکی. نقدپذیر هستی؟ خیلی سعی میکنم، مثلا دوست دارم نقد رو و شاید یکمی زیادی نقد میشنوم و دوست دارم. یه جاهایی باید، چون که من مزمینه اینه که هر کسی یک زاویه دید و یه حرفی داره واسه گفتن. به همین خاطر دوست دارم بشنوم تا بتونم بهتر کنم عمل کردم. ولی یه جاهایی تو ناچاری بری تو کار. اگر بخوای کاری که میکنی از همه جهات درست باشه که خب اولا نشدنیه. تو نمیتونی همه آدمای جهانو طرفدار خودت کنی، مخاطب خودت کنی. پس حالا اگه بخوای تمام نقدای آدما رو درست لحاظ کنی، اولا هیچ وقت نمیتونی هیچ کاری بدی بیرون. هیچ حرفی حتی نمیتونی بزنی. و این موقعی من درگیر این موضوع هم بودم که میخواستم کاری کنم که بچه‌ها دوستای اطرافم هیچ کدوم باهاش مشکل نداشته باشن، ولی خب هیچ وقت پیش نمی اومد. به همین خاطر تصمیم گرفتم که برم سراغ کاری که خودم دوست دارم انجام بدم، فارغ از اینکه نقد دیگران چیه. با این وجود هنوز یه جاهایی کاری که میخوام انجام بدم احساس میکنم که نقدایی دارم میشنوم. مثلا ویدیویی که میخوام بگیرم احساس میکنم نقدایی دارم میشنوم، وسط ویدیو گرفتن میخوام هی جواب اون نقدا رو هم بدم، در صورتی که آقا تو یه کاری انجام بده بذار نقد هم بیاد. واسه جبر خودم دارم میگم. فرق نقد و سرزنش چیه؟ نمیدونم، میخوام همینجوری بگم. نقد احتمالاً سوء نیتی توش نباشه یا احساسات توش درگیر نباشه. سرزنش احساسات درگیره. مثلا تو یه نوشته‌ای می‌نویسی، من میگم که این جاشو اگر اینجوری می‌نوشتی بهتر بود، ولی اگر دلخور بشم ازش میام سرزنش می‌کنم. تو نقد یه آلترناتیوی پیشنهاد میدی، اگر اینجوری می‌نوشتی بهتر بود. یعنی من ذهنیتم این بود که فارغ از احساسه یه چیزی خوندم، صرفا اینه که آقا اینجا رو بد نوشتی، خوب نوشتی، احساسی تو من درگیر نشده، نظرمه. ولی وقتی سرزنش میشه واسه من باره احساسی هست که ناراحت شدم دارم بهت میگم این اشتباهه، یا خوشحال شدم، یه چیزی درگیره تو من. اون جایی که من نگه میدارم و در واقع چیزی نمیگم، چه اگر اسمش انتقاد باشه چه هر چیز دیگه، اینه که اگر نتونم بگم چطوری بهتره، so that's it, you don't have an actual criticism. نه که فقط بگی اینجاش خوب نیست اینجاش خوب. اوکی چطوری بهتره؟ پس اگر نداشته باشی بگی چطوری بهتره یا حتی شاید بی اساس که چی بهتره، به نظر میاد دیگه یه لولی از سرزنشه یا صرفا یک خردگیری. ولی به نظر نمیاد بشه دقیقاً مرز مشخصی بین همون خردگیری و انتقاد و سرزنش برقرار کرد. آخرین انتقادی که شنیدی چی بوده؟ آخرین انتقادی که شنیدم، حالا اگه بشه اسم گذاشت انتقاد، این که هوش مالی بالایی ندارم. اوکی این خب پس چیزش کو، اون بعد سازندش کو.
بوده سازندش اتفاقا خیلی ناخن زدم که نقد شفاف بشه تا بتونم بفهمم ایراد کجاست. این بود که به مشتریا خیلی بها میدی و جاهایی که نباید هواشونو داشته باشی چون ممکنه به سازمان آسیب بزنه هواشونو داری. بده مگه؟ ذهنیت من این بوده که این بد نیست ولی اون نقدی که داره میشه میگه که تو الان شرایط دست و دل باز بودن و نمیدونم نسیه دادن به مشتری ها نداری چون سازمان هنوز اونقدر بزرگ نیست. وقتی که چون الان اسنپ اومده و فرمت پرداخت اقساطی رو ایجاد کرده، خب منم سیستمی که ایجاد کردم تو کار بفرمان همینه، پرداخت اقساطی واسه بعضی از مشتریایی که میگن اول پول ندارن ولی اعتبار سنجیشون رو کی گذاشتم. بعد ولی خب اسنپ یه پشتوانه خیلی بزرگی داره ولی خب بفرمان نداره اینو و بعضی وقتا باعث میشه که فشار مالی به خودمون خیلی زیاد بیاد. ما الان فکر میکنم نزدیک 200 خورده میلیون فقط از یه مشتری طلب کنیم و اینها باعث میشه که فشارش سمت خودمون باشه. این حرف از این جهت بوده. حالا یه چیزی، آیا با یک تصمیم راجع به این که اعتباری یا اقساطی یا نسیه کار نکنید کل هوش مالی زیر سوال میره؟ به نظر نمیاد؟ نظر یک جزئی از یک کله، نه اینکه حالا این تصمیم در این زمینه شاید جواب نده، گرچه من با حتی بیسش هم نمیتونم بگم اوکی هستم. این که به مشتری زیاد بها نده در نتیجه قسطی یا اقساطی یا نسیه، خب شاید بیانم بد بود، در حد توانست به مشتری بها بده. اینجوری بهتر نمیشه؟ ببین شما بیزینس جوریه که افرادی که درگیر میشن یا مالشون رو دارن میذارن پیشت که واقعا باید بهشون بها بدی، بله، یا اینکه مال یک کسی رو دارن برمیدارن که باید آگاه باشن که شما حواست هست به هم به خودشون هم به مال دیگری که دستشونه. به نظر نمیاد که این اصل قضیه چیز انتقاد شونده‌ای باشه و بعد بگیم حالا بقیه تصمیماتی که از این میاد اوکی نیست. نه واقعا حالا این قسمت مربوط به نسیه ندادنش چون فشار مالی به سازمان میاره قابل به تعویق انداختن میتونه باشه، اما بازم این کل هوش مالی رو زیر سوال نمیبره. شاید انتقاد کننده‌ای که ما اینجا داشتیم خیلی موضوعات دیگه رو با هم ارتباط داده، خیلی احتمالش هست و منم اتفاقا دغدغه‌م همین بود که بازش کنیم تا بفهمم که کجا نقد هست. ولی همه صحبت سر اینه که خودم به شخص خوشحال میشم که خیلی رک بی پرده یه شخصی به هم نقد کنه، بگه علیرضا من فکر میکنم اینجا اشتباه عمل میکنه، یا خیلی رک بی پرده ازم تعریف کنه علیرضا اینجا این حرکت که زدی دمت گرم دوست داشتم. ولی بیا برسیم به این که آیا اصلا فرمتی از نقد، سرزنش و خرده‌گیری هست که اشتباه باشه، یا اینکه ببین من یه پادکستی اخیراً خیلی دوستش دارم، طنز پردازی داشتم، اپیزود 17 شو نه 19 18 شو گوش میدادم که خود هوشنگ مرادی کرمانی داخل اینجا میاد صحبت میکنه. بعد یه تیکش میگه که خیلی‌ها میگن که حکومت ما نمیذاره که ما خلاقیت به خرج بدیم پیشرفت کنیم، ولی یه جاهایی واقعا حکومت مانع من نبوده، آدمای اطرافم بودن هم میگفتن که پس کی میخوای بری سر خونه و زندگیت، چرا اینقدر درگیر علافی هستی، چرا همش داری کتاب میخونی، چرا همش داری مینویسی، و اینا خیلی از من انرژی میبرده که بخوام این حرفا رو بشنوم و در ادامه باز مسیر رو ادامه بدم. من خودم یه دوستی داشتم، یه موقعی ازش پرسیدم که داشتم مورد هایدگر صحبت میکرد، گفتم که هایدگر کیه؟ گفت هایدگر رو نمیشناسی؟ اگه اینو نمیشناسی که خب دیگه خیلی اوضاع خرابه. یا مثلا خیلی یار داریم که میگی این فیلم ندیدی؟ ندیدم و نصف عمرت برفناست. این دیالوگه بعضی وقتا چرا چیزی رو که خودت میدونی ولی چیزی رو که من میدونم نمیدونی. آره آفرین. ولی میخوام بگم که حالا این یه طرفشه، یه طرفش اینه که تو میخوای کاری انجام بدی که به نظر خیلیا کار اشتباهیه، کار بیهوده‌ایه، داری وقت تلف میکنی. مثلا من خودم خب قبل از اینکه این کار شروع کنم توی شرکت بین‌المللی مدیر ایستگاه یزدش بودم، حقوق نسبتاً بالایی داشتم، همه اینا رو کنار گذاشتم، اومدم یه ایده‌ای که فکر می‌کردم واسه آدمای جامعه میتونه ارزش خلق کنه رو روش کار کنم و خب بی پولی زیاد کشیدم، سخت زیاد کشیدم، مشکلات، اینکه آدم‌ها رو همراهت کنی، مجوز بخوای بگیری و هزار تا مسئله‌ای که توی این مسیر درگیرش میشی. خب
خب از اون موقعی که من اون کارو می‌خواستم، قبل از اینکه فکر داشتم می‌کردم رهاش کنم، تو بعد که رهاش کردم، خورده و نقد و سرزنش، حالا نمیدونم اینا رو تفاوت روش بذارم یا نه، زیاد شنیدم و همشون هم حرفای درستی بودن. ولی یه جایی بحث من اینه که اصلا ما درست و غلط رو ناچاریم تعریف کنیم، که می‌خواستم یه محتوا هم تو این زمین اتفاقا بگیریم. و دو اینکه آیا اصلا هوشنگ مرادی که ما توی این اپیزودش میگه که کاش مردم یه مقداری کمتر هم دیگه رو سرزنش میکردن و بیشتر با هم دیگه همدل میبودن. دلخور بود خلاصه از این موضوع. ولی من به این داشتم فکر میکردم که آیا باید جلوی نقد رو گرفت، چون خیلی وقتا توی صحبت‌های مسئولین جامعه هم میشنویم که این نقد سازنده نیست، نقد سازنده کنید. حالا بهش میگه آقا این دزدی چرا شده؟ نه، نقد سازنده نیست. چرا سازنده نقد نمی‌کنه؟ یا اینکه اصلا بیایم نقد پذیریمون رو روش کار کنیم و تا کجا به این نقدایی که داره میشه بها بدیم. چند وقت پیش داشتم یک اپیزود طبقه 16 رو می‌دیدم. یه خواننده فکر می‌کنم 21-22 ساله دختری بود، توی این اپیزود اومده بود و میگفت که اولین کاری که من توی اینستاگرامم گذاشتم و خیلی بازخورد گرفت، خیلی اومدن فوش دادن که تو چطور جرأت کردی اومدی. این خواننده معروفی که فکر میکنم ابی بود اومده بود ادیتش کرده بود، یعنی چی میگن از نو ساخته بودش و با صدای خودش خونده بود. خیلی اومدن فوش دادن که چطور خودت جرأت دادی کار به این قشنگی ابیو خرابش کنی اینا. و من خیلی به این برخورد گفتم دیگه اصلا من کار بیرون نمیدم. یکی از دوستام گفت که وقتی که بهت نقد میشه فوش میخوری بدون که تازه کار درست سر کردی، که یه آدمی اومده داره نقدت میکنه. به اضافه این که یه جمله خوشگل دیگه که داشتیم بود که کسایی که خوششون میاد معمولا نمیان ایراد بگیرن تعریف کنن. معمولا آدم وقتی که ناراحت میشن خوششون نمیاد میان کامنت میذارن. یعنی ممکنه اون موقعی که تو داری یه نقدی میشنوی شاید 5 نفر دیگه خوششون اومده باشه که چیزی نگفتن، الان یه نفر اومده داره نقد میکنه. جمع صحبتم اینه که آیا ما نقد رو باید محدودش کنیم، بگیم نه این حرف که تو میزنی باید محدود بشه؟ میدونیم که تو کشورهای توسعه یافته شما حرف هر چی که بزنی محدودیت نداره و کاملا مجازی حرف هر چی میخوای بزنی، تا وقتی آسیب فیزیکی به طرف نرسونی حرف تا منتهی لحش میتونی حرف بزنی. و این آزادی بیان به نظرم باعث میشده که رشد بشه. ولی اینکه من که داره بهم نقد میشه کدوم نقد رو بشنوم و نشنوم بحث متفاوتیه. اینکه تو داری نقد رو میگی تا منتهی لحش هر چی خاصی بگی، اصلا توهین کنی، تحقیر کنی، لهم کنی، حتی سازندم نباشه، اشکال نداشته باشه، این یه روی کرده. ولی من بیام فیلتر کنم بگم که اوکی چقدر این نقدی که داره میشه اصلا ولیده، درسته، یا اصلا من دلم نمیخواد نقدش درست هم هست، داره میگه که تو خیلی داری خشک مینویسی، بیا طنزآمیزتر بنویس تا مخاطبای بیشتری داشته باشن. شالوده این نقد درسته. تو اگر طنزآمیز بنویسی به عنوان نویسنده احتمالاً آدمای بیشتری میخونن. ولی آیا اصلا تو میخوای طنزآمیز بنویسی یا محتوایی که میخوای بدی بیرون دوست داری خشک باشه، حرفای خیلی جدی بزنی؟ این اون جایی که من فکر میکنم فرق میذارم بین، دقیقاً انگلیسیشو نوشتم، اینه که فرق میذارم بین چارچوبی که برسه به نقد یا اون چیزی که مثلا سرزنشه یا چارچوبیه که من فکر میکنم ممکنه درست باشه. اینه که آیا به شما رو در مسیری که هستی به جلو میبره یا من فقط میخوام یک میگم دستانداز بندازم ولی چارچوب دیگه ای نداره. مثل اینه که چرا کاری رو که خودت خواستی بکنی کردی به جای کاری که من ممکن بود بکنم. اوکی این کاری من دلم میخواست تو بکنی، من دلم میخواست بکنی قشنگ‌تر شد. اوکی این به نظر نمیاد که نقد باشه، انتقاد باشه، چیز سازنده‌ای باشه. این صرفا یک چارچوبیه که یا نمیتونم بگم سرزنش ولی یه خرده‌گیری به نظر میاد که آقا چرا کاری رو که خودت دوست داشتی کردی یا خودت فکر می‌کردی درسته کردی به جای کاری که من دوست داشتم تو بکنی. که اگر فکر می‌کنی اون کار درسته شما برو اون کارو بکن. من دوست دارم اینجوری بنویسم، مثل همین موضوع طنز که آقا من دوست دارم خوش بنویسم، مخاطبم اینه، یا کار منه یا مخاطب داره یا نداره، یا که فهمیدم نداره چارچوب دیگه، یعنی کلا روال دیگه به دست میاد. من یه بیت از حافظ یادم اومد میگه که
انان به میکده خواهم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. احسن. یه چیز دیگه هم هست اینه که ولی این در نقد نقاده. در نقد نقاده. این اون چیزیه که من میگم اگر خودم نتوانم پیشنهاد اصلاحی اضافه بکنم، چیزی که میخوام بگم دیگه نقد نیست. مثل همین موضوعی که هست، اگر من مثلا پروپوزالی میذارم وسط، از این جهت میام که آیا خودم میتونم انجامش بدم. همیشه هم حرفم این بوده که اگر پیشنهادی میدم، پیشنهادیه که خودم حاضر هستم انجامش بدم. یه چیز دیگه هم که میای راجع به مسئولین و این در حال حاضر چارچوبی که ما داریم تو جامعه فعلی که توش زندگی میکنیم اینه که خیلی از موضوعات با اقتصاد و سیاست گره خورده و قاعدتا نمیشه روی کردی رو که به دست میدهیم از این دوتا مفهوم جدا کرد. ما میبینیم فردی که در مقام تصمیم گیری قرار گرفته است، کاری که کرده درست نیست، ولی وقتی ازش میپرسیم میگه نقد سازنده. خب اوکی، چیه دقیقاً از نظر شما سازنده؟ خب این چیزیه که شما به هر چیزی میتونی وارد بکنی. نقد سازنده نیست، این به نقاد و نقد وارد نیست، این به اون نقد شونده است که وارده که آیا اصلا نقد پذیر هستی. درسته مرزی وجود نداره بینش و این اون جاییه که باید نقد شونده درکش بکنه که نه، مرزی وجود نداره بینش. گاهی من ممکنه چیز درستی میگم ولی چارچوبش بده، که البته توهین جدا از اینه. واقعیتش توهین دیگه چیزی نیست که بشه اسمشو گذاشت نقد. خب تو خط قرمزت کجاست؟ تو داری میگی که من ترجیح همینه نقدی انجام بدم که خودم حاضرم انجام بدم. اگر کسی از من بپرسه که مبنای این حرکت چیه، توضیح بدم، مبناشو زیر سوال ببره و بگه که به این علت این غلطه، من کاملا میپذیرم. خب اصلا طرف ببین، ما یه جاهایی میتونیم قانون گذاری داشته باشیم که آقا شما که داری به این صورت نقدتو مطرح میکنی اشتباهه و من اجازه نمیدم اینو اصلا بیانش کنیم. وقتی که رو اون ببین ما میتونیم به نقاد گیر بدیم، میتونیم به نقد پذیری کسی که داره مورد نقد واقع میشه گیر بدیم. آقا جان شما نقد پذیری تو قوی تر کن، آقای نقاد شما نقد رو کنترل کن. یه لازمه همین یه نقد پذیری تو قوی تر کن. من مثلا یه مثال خیلی خیلی به قولی سرگشاده، چرا این کار کردی؟ آیا این نقده؟ نه. اوکی، این کاری که کردی از این جهت خوب نیست، این کار بهتره. آیا این نقده؟ ببین یه جاهایی دقیقاً نمیشه مرزی گذاشت. مثلا من میگم که اگر کسی ازم بپرسه و مبنا رو بدونه و مبنا رو زیر سوال بره، ولی واقعا نمیشه مرزی گذاشت. من نقد شونده ممکنه حرفی که میشنوم حتی از روی کرده نقادانه نیومده، اما آلارمی به من میده که به بهبود کمک میکنه، به ارتقا کمک میکنه. این به نظرم میشه به عنوان نقد حسابش کرد. خب ببین این که من چیو به عنوان نقد حسابن نقد پذیر، اینکه چی نقده فرق میکنه. آره من ممکنه بگم که آقا جان، آقایون نقاد جمشید همتون، یکی بگه که تو خیلی احمقی هست، یکی بگه که کارت خیلی احمقانه بود، یکی این چه کاریه که میکنی، یکی بگه که این کاری که میکردی به این دلایل منطقی اشتباهه، بیا این کارو بکن. من ممکنه هیچ کدوم از اینا رو نپذیرم، بگم آقا من دلم میخواد واسه دل خودم این کارو انجام بدم و همه حرفای شما، این که میگه احمقی درسته، من تا یه سطحی احمقم، این که میگه کارم احمقانه بود کاملا درسته، تا یه حدی احمقانه بود، این که میگه به این دلایل منطقی این کار نکن درسته، این که اون یکی میگه اینجاشو تغییر بده ولی منم بهش فکر کرده بودم. میخوام بگم که بیایم و خودمون رو قوی تر کنیم و حالا اگه فرصت شد در مورد اینکه چطوری خودمون رو قوی تر کنیم بیشتر. اینکه آقای هوشنگ مرادی کرمانی اذیت شده از اون حرف ولی باز مسیرش ادامه داده، اتفاقیه که واسه تک تکی آدمایی که یه کار ارزشمندی توی دنیا کردن احتمالاً افتاده، ولی خودش رو قوی تر از اون. درسته که میگه نقد خیلی منو آزارم داد ولی تونسته فراتر از اون نقدها بره جلو و موفق بشه. من میگم که به جای اینکه بیایم به نقاد و نوع نقدی که داره اتفاق میفته، آقا شما پیشنهاد سازنده نداری در کنار نقدت، پس این نقادی اشتباهه. به جای اینکه بیایم بریم پردازیم، بیایم نقد پذیری افراد رو روش کار کنیم. آقایون هر چی گفتن، اگر که دیدی خوب نیست بذارش کنار، نشنو. اگر دیدی خوبه خیلی نمیتونی. شما فرض کن شما خودت به هر حال یه آدم هستی دیگه، ربات که نیستی اصلا. اینه که در هر حال نقدی که میشنوی در این که چقدر ثابت قدم میشی موثره و نمیشه گفت واقعا همیشه پازیتیولی روت اثر داره. گاهی که میبینی همه بازخوردها منفیه،
هیچکی اهمیتی نداده که یه ریزنینگی بهت بده، یک استدلالی بهت بده بگه چرا اینجوری خوب نیست و بهبودش بده، میبینی که کسی اهمیت نداده، سراسر منفی نگریه. اما شاید از این جهتی که من میگم اول بهم بگو یا بازم بپرس که مبنا رو بهت بگم و بعد مبنا رو زیرش که ببینم اقلا اهمیت میدی یا نه اومدی فقط یه آخه ترش بندازی وسط و بری. یه جاهایی اما شما یه کاری یه نوشتی من میگم آقا نمیدونم مشکل این نوشته چیه ولی یه جاش داره اذیتم میکنه. یکی از بچه‌ها اینو من کاملا درک میکنم، این درسته، این اون چیزیه که اقلا باز طرف اهمیت میده که میگدش. اما اگر بگی این چه چیز احمقانه، این چقدر زشته، این چه رنگیه، این چه لاینیه که کشیدی، اوکی این دیگه چیزی نیست که بگم طرف اقلا 3 ثانیه بهش فکر کرده. خب نشنویمش، بگذریم ازش. ببین من انتقاد پذیر هستم، از هست. 1 تا 1000 هر چیزی که من دارم قابل انتقاد، ولی من دارم روی عملیاتی بودن روی کردت به این موضوع دست میذارم. میگم این که ما بخوایم نقادی رو کنترلش کنیم آخرش ما رو به بن‌بستی میرسونه که طرف دزدی کرده بهش میگی چرا دزدی شده توی دوره شهرداری تو، میگه نقد سازنده کنه. خب یعنی تو وقتی که اجازه بدی جلوی نقد حتی احمقانه و اشتباهش گرفته بشه یه جایی طرف در اون حد میاد مقاومت کنه. ولی وقتی که بیایم آدم‌ها رو قوی تر کنیم و این کار اتفاقی یکم میبینم توی کشورهای توسعه یافته، حداقل چیزی که من مشاهده کردم میفته، مثلا کمپانی وای کامبیناتور یه کمپانی سرمایه‌گذار آمریکاییه که روی شرکت‌های خیلی بزرگی شروع کارشون سرمایه‌گذاری کرده، مثل ایر بی ام بی، مثل دراپ باکس و حالا شرکت‌های زیاد دیگه‌ای. و از همین چت جی پی تی از گردانندگان وای کامبیناتور بود و سخنرانای اصلی وای کامبیناتور بود که الان چت جی پی تی رو راه اندازی کرده. اینقدر عظیمه کارشون. یه دیالوگی یکی از سخنراناش که فکر می‌کنم مدیر عاملش بود توی برهه‌ای داشت، اگه اشتباه نکنم، میگفت که وقتی که میرید ایده‌تون رو جای پرزنت می‌کنید میگن احمقانه است، به درد نمیخوره، این چه فایده داره، چی فکر کردی، تازه امیدوار شید. چون اگر ایده به نگاه همه آدمای اطرافتون ایده خوبی بود تا 1000 نفر دیگه انجامش داده بودن. ببین چطوری داره یک حرف ناراحت کننده رو واسه کسی که ایده داره تبدیل میکنه به این که تازه اینا منبع انرژیت کن. و میدونی همین حرف این فرد چقدر واسه من منبع انرژی بوده. هر جا میرفتم میگفتن آقا این ایدت سخته ولش کن بی خیال شو، میگفتم نه فلانی گفته که هر چی بهت گفتن تازه انرژی بیشتر بگیر. به نظر یه بار دیگه هم گفتی اینو که حتی من بازم شنیدم این رو که اگر ایده به اندازه کافی احمقانه نباشه ایده خوبی نیست. قابل پذیرش. ببین احمقانه بودن و درست بودن و هوشمندانه بودن ها، مثلا فرض کن که یکی به تو اومد میگفت که فلانی بیا یه ایده دارم میخوام که چیه که همه جای دنیا میان کاغذ چاپ میکنن میگن این پول ماست و بعدش میگن ما توی خزانه‌مون طلا داریم و ارزش پولمون طلا توی خزانه مشخص میکنه. مگه خرید و فروش عرضه و تقاضا نیست که تعیین میکنه؟ یا یه دونه پول الکی همینجوری حرفی بین خودم و خودت شکل میدیم میگیم که این پول ما باشه و اعتبار ماست که اینا ارزش بهش میده دیگه. با این چه ایده احمقانه ایه؟ یا اینکه اصلا یکی من دوست دارم این مفاهیمی که تو این خیلی باب بزرگیه، منطقش درسته، ولی فکر می‌کنی قبل از شروعش به چند نفر میگفتن ایده احمقانه است. اوکی پشوانه پول طلاست دیگه، اصلا چیزیه که سالها بوده. البته این هم بازی ادیت داره، اینه که حالا تاریخ دقیقش یادم نیست، شاید 1974 پول از پای پولی از طلا جدا شده، از یک کشور شروع شد، از انگلیس شروع شد. حالا این باب دیگه ایه. اما ایده ای رو که اینجا داری میاری جلو، اگر کسی بشنود که درکی راجع به مبناش نداره، خب میگه احمقانه است. چرا؟ چون همیشه چیزی که دیده پولیه که تو جیبشه و بانکی که این پول رو میده. دقیقاً. و آدمای اطراف تو چند درصد احتمال داره که کارت متخصص باشن. حتی میری اون جایی که در مورد ایدت صحبت میکنی، چقدر احتمال داره که متخصص تو زمینه کارت باشن. و حتی همون متخصصین خیلی وقتا اونقدر درگیر روزمرگی ها و قوانین رایج و جاری کار هستن که وقتی یه ایده جدید مطرح میکنی، فرض کن موقعی که فیزیک کوانتوم داشت مطرح میشد، مثلا انیشتین وقتی که داشت نظریه نسبیت رو مطرح میکرد، انیشتین
مقاله‌های اولش و فکر میکنم تا مدت ها اصلا بهش نوبل تعلق نمیگرفت، چون گفتن این چیزی که تو داری کار میکنی فیزیک نیست. اولین باری که چیز شد به قولی باب شد و شنیده شد این بود که دوتا استرونومر اومدند و توی یکی تو اروپا بکنن یکی تو برزیل نظریه رو تست کرد در زمان یک آفتاب گرفته‌ای یا خورشید گرفته‌ای که آیا نور واقعا منحنی میشه و در این گراویتی که داره ایجاد میشه و شد. وقتی که نتیجه اون منتشر شد بله این نظریه رو داده بودیم من خدا از قبل. این چیزیه که حالا یه خورده چیزی که گفتی یه دیدگاه به من داد، اینی که اگر که طرفی که داره کامنتی میذاره یه پرسپکتیو جدید به من معرفی میکنه، این بهترین مدلیه که من میتونم واقعا بهش اهمیت بدم که نقد درستیه. نمیشه جلوی نقد رو گرفت و نباید جلوی نقد رو گرفت. این چیزی نیست که به هیچ عنوان نه درست باشه و نه مقدور. به نظرم آزادی بیان شاید لیمیتی نشه با این لول براش نگاه کرد که حالا چون دوست نداری در نتیجه دهن بقیه بسته بشه. نه این اصلا اوکی نیست. ولی اینکه چه چیزی رو شما بگیری، این همین به نظرم این معیاری بود که الان رسیده. اگر پرسپکتیو جدیدی بهت میده، اگر که خط داستانت عوض میشه، که از اینجا میشد وارد این داستان شد که بازم مستلزم آگاهی از پایش میشه خیلی وقتا، اما لزوما نه. چرا؟ چون شما خودت پایه رو میبینی، طرف اصلا از پایه دیگه شروع کرده که به اینجا رسیده، ولی میبینی که یه جایی با هم تلاقی دارن ولی یه جایی هم اصلا جدا بشن. You know what I mean? It's like this is the same story seen from a different view. اگر این شکلی باشه این نقد بهترین نقدیه که میشه پیدا کرد و به نظرم قابل بها دادنه. صرف مثلا بگم به کار بردن کلمات رکیک، ایرادگیری، خورده‌گیری، حتی شاید خورده‌گیری هم، چرا؟ چون شما خودت مبنا رو داری. میگم مثلا چی؟ مثلا این که این مدل بیزینس یا این تصمیم در این لول از این بیزینس مدل منطقی نیست، دیگه هیچی نمیگم. اما اگر اهمیت داده باشم، یه 2 ثانیه 3 ثانیه فکر کرده باشم بهش، حتی من بگم واقعا این 3 ثانیه 3 ثانیه بهش فکر کن و بعد نظرتو بگو، قبوله، من انتقاد میپذیرمش، اون انتقاده. اما اینکه فقط یه ریاکشن باشه شاید نشه گفت که سنجیده است و قابل بها دادن. So that's پس زاویه دیدو الان با هم دیگه هم زاویه ایم که خود نقد رو آزادی بیانش کامل وجود داشته باشه، طرف فوش خار و مادر میخواد بده کامل بگه، ولی من بیام واسه خودم فیلتر کنم. آقا نقدهایی که حالا بیایم بگیم که چه نقدی رو بپذیریم. شما میگی که من ملاکم اینه که طرف 3 ثانیه فکر کرده باشه، اگر 3 ثانیه فکر کرد میشنوم، قبل از 3 ثانیه هر چیزی گفت اصلا نمیشنوم. حالا اگر اومد کامنت گذاشت زیر پستت، اگر اومد نمیدونم توی جایی سخنرانی داری میکنه، اومد یکی داد زد، فحش داد، فضا رو آشوب ایجاد کردش، واقعا کاری از اون بر نمیاد. به نظرم حقی هست که وجود داره. ایشان دوست نداشته حرفی رو که شنیده واکنش نشون داده. من به هیچ عنوان مانع این حرف نمیشم، به هیچ عنوان فکر نمی‌کنم اصلا شایسته مانع شدن باشد. چرا؟ چون ایشان حداقل انقدر اهمیت داده که بیاد حرفو بشنوه به نسبت خیلیایی که نیومدن. حالا واکنشش این شکلیه، اما در این حد قابل احترام هم میتونم بگم باشه. حالا قابل شنیدن نیست، چیزی که میگه چیزی اضافه نمیکنه به من. قابل مانع شدن که به هیچ عنوان نیست. اینکه نباید بذاریم که به هر بهانه‌ای این آزادی بیان در واقع خیلی موضوع مهمی از نظر من در پاشنه یک دموکراسی، پاشنه یک رشد، چه رشد اجتماعی چه رشد فردی، همینیه که بذاریم آزادی بیان باشه. قید و شرطش چند تا قید و شرط کوچولو داره، فکر کنم یه بار راجبش کامل صحبت کردیم که قید و شرطاش چی میخواد باشه و چی باید باشه. از این جهت کامل نمیدونم بود، ولی میدونم که در موردش صحبت کردیم تا جایی که میکشید. باب خیلی بزرگیه. ما الان در حال تجربهش هستیم، در حال کنکاش و در حال جستجو تو جوانبش هستیم. این که مثلا شما اجازه داشته باشی تو دانشگاهی تظاهرات کنی، از این سمت یک جنگ حمایت کنی یا از اون سمت یک جنگ، کمان که داره اتفاق میفته. اون یکی اینو تروریست میدونه، این یکی اون رو قاتل میداند. اوکی، من این وسط وقتی دارم انتخاب میکنم و میرم توی تظاهراتی، یک سمتی رو دارم انتخاب میکنم که از قسمت عمدش قابل قبول نیست از لحاظ خیلی ها، اما اینکه تا کجا میتونه بره جلو به نظرم محدودیتی قرار نیست داشته باشه. این آزادی بیان منظورمه. So coming back to the topic at hand، اگر که پرسپکتیو جدیدی دست من داده بشه، من اون رو نقد میپذیرم و من از نظر من همه چیزم بازه برای نقد. از
از اعمال و تصمیم ها و باورها تا چه میدونم نظرات و رویکردهای و تصورهایی که دارم، آینده‌ای که میبینم، هر چیزیش قابل انتقاده. خیلی ها وقتی که شما انتقادی میکنی، چون بعضی از موضوعات از یه مبنایی میاد که گره پیدا میکنه با هویتشون، نمیتونن بشنونش. چمان که مصداقی که من گفتم این بود که من دو چهار روز گذشته 2 تا کوت شنیدم از 2 نفر که بیس هویتی خودشون رو میبرد زیر سوال، ولی حتی در این حد به اون کوت فکر نکردن که آقا این دقیقاً برای خودته، شنیدیش؟ اما برای من میگفتنش که آقا اینه. گفتمش این موضوعی جای دیگه است که بازش بکنیم. خب اینجا این شخص مپ رو داره دقیقاً جلو دستش، اما چون چیزی که داره باهاش زیر سوال میره یه خورده براش بیسیک تر، فاندامنتال تر است، نمیتونه اون نقل رو بپذیره. اما حرفی که گفته شده حرف ایرادداری نیست. ببین نکتهش جالب بود اینجا، دقیقاً تو همون تایمی که داشت میگفت من به این فکر میکردم که اگر من این موضوع رو بیارم جلو، یعنی اون جایی که این کوت داره میبره زیر سوال و بعد این کوت رو بگم، آیا بهش برمیخوره؟ به نظرم بهش برمیخوره، چون تست کردم یه بار و خیلی بنده خدا تلاش کرد که تمام اون مبانی که باهاش حرفش قابل قبول هست رو بیاره جلو و من در کسری از ثانیه میبردم زیر سوال. آقا اوکی، مگه این از قبل نبود؟ مگه ما مثلا در سیاست ارسطو نخونده بودیم اینو؟ خب چرا فکر میکنی الان یک پدیده خیلی نوینیه که داری فکر میکنی؟ نمیدونم، اینو باید به ریز بشه. آره خیلی باید ریز بشه. موضوعی بود که دوست دارم بازش جالب بود. آره حالا از این جهت این میدونم اگر تو کانتکستش همین کوت رو میگفتم، گرچه نه حرف بدی توشه، نه یه کوت خیلی خیلی معروف، آقا اینی که چی، اینی که well let's keep it for another time، ولی توی کانتکست این حرف خیلی ساده تو خیلی چشم باز کن، از نظر ایشونی حرف بد غیر قابل قبول با دهن من بسته بشه، به نظرم خیلی. ولی ایشان آیا پتانسیل شنیدنشو داره؟ این اون جاییه که من فکر میکنم رسیدیم به چیزی که نقد شونده های خوبی نیستیم، از این جهت که یه سری از موضوعات انقدر برامون منجمد شده که فکر میکنیم دیگه نگاه دیگری توش نیست، دیگه غیر قابل تغییره. مثل این که مثلا آیا نمیتونی مثلا یه خورده طناز یا طنز پرداز یا طنز باشی در مثلا 50 سالگیت، درست 50 سال خیلی جدی زندگی کردی، یا نمیتونی الان یک بعد هیومرس، یک بعد بگو شوخ به شخصیت اضافه بشه؟ اوکی، طرف چون اینجوری زندگی کرده شاید واقعا قابل درک نباشه سوالی که من واسه، چون اینم دقیقاً توی انکانتر بود که دیدم. من با یه پیرمردی شوخی کردم، ببین طرف فوق العاده بهش برخورد، اصلا غیر قابل توصیف بهش برخورد، در حالی که لبخند کلا بود اینجا و قشنگ میدید تو این کانتکست من منظورم اصلا نمیتونه این باشه. برخورد واقعا بهش. میگم که چی؟ میگم که چون دیده بودمش قبل از این یه جای دیگه دیدم، دقیقاً تو همون لوکیشن قبلی که دیدمش باز فوق العاده جدی بود. می‌خواستم ببینم آیا can you reach there? Do you have it in you? ولی نه. این چیزیه که اگر یه پرسپکتیو جدیدی به طرف معرفی شده بدون هیچ گونه نگرش و نگاهی بهش ردش میکنه. حالا شاید چیزایی که دارم ازش نتیجه میگیرم درست نیست، دقیقاً اون چیزیه که من میگم بازه، آقا شاید چیزایی که ازش نتیجه میگیرم درست نیست، نتیجه گیریم در نتیجه درست نیست. But you can question it. If you add something to it, I'm open to hear. دقیقاً. الان اینایی که میگفتی چند تا موضوع دیگه که هر کدومش ساعتون شده در موردش صحبت کرد اومد بالا. یکی همین که در مورد این که اصلا ما وقتی که نقدی بهمون میشه واکنش ما چی باید باشه، چه نقدی رو بپذیریم، ملاک پذیرش نقد ما چی باشه. مثلا سوالا رو بگو، چه نقدی، چطور نقد رو بپذیریم، چطور شما میدونیم بپذیریم. اینجا ما سریالی داشتیم بازی میشده در مورد پزشکا، بعد پزشکا رفتن اعتراض کردن کلا سریال کنسل شد. اوه یه شوخ مگه الان مثلا به توی تازه به شخص خاصی هم گیر نبوده، کلا به پزشکا داشته نقد میکرده. حالا بگم بعد نیست راجع به این سالیان یه تو سیستم تلویزیون ما وکلا افراد سیاس و شیادی هستن، ولی هیچ حرفی نمیگه. همه اتفاقا قبول دارن که اینجوری هست، ولی پزشکای ما خود شاید نشه گفت نقد. اینجا اون جاییه که بشه فرق گذاشت بینش. شاید دورنمایی که ازش میبینن از تأثیری که در جامعه داره لولش بالاتر از صرف یک نقد و شاید چیزی که من ندیده باشه. این سریال رو که میگی مهران مدیری ساخته بود. بعد ببین آخه خیلی وقت اون همین من یه چیز ازش یادمه، مسعود 60 یادمه
نه اون که کلا به شغلای مختلفی قشنگ داشت. آره ولی اون یکی کلا توی یه ساختمون پزشکانه که یه بچه پول داری از روستا اومده میاد و حتی بالا سر عمل هم میگه که این کارو بکن اون کار نکن و یه همچین حالتیه. بحث سر اینه که ما خیلی نقد زیاد داریم تو جامعه ولی خیلی هم هر کی زورش رسیده باش مقابله کرده که آقا حق نداری این نقد رو بکنی. در صورتی ما برای نقد پذیریمون کار میکردیم توی جنبه‌های مختلف. حالا اینکه اصلا چطوری آقا یکی داره بهت نقد میکنه خیلی هم شدید نقد میکنه واکنش چی باشه؟ مثلا یه پزشکی هستیم یکی بیاد میزنه میگه که تو فلان من مثلا باعث شدی بمیره فلان کس من بمیره نمیدونم خیلی آدم عوضی هستی. حالا بیا به طرف اثبات کن که نه من عوضی نیستم من واسه 1000 نفر دیگه تلاش کردم واسه عزیز تو نشده. تو اون لحظه واکنش نسبت به نقد چی باید باشه؟ دو چه نقدی رو بپذیریم چه نقدی رو نپذیریم. من کلا هر حرفی که باعث بشه کاری که ما کردیم بهش ایرادی وارد بشه الان اسمشو دارم میذارم نقد، یعنی خورده و سرزنش و اینا رو هم دارم میذارم. هر گونه ایرادی رو میگید نقد. آره حالا چطور این کدوم نقد رو بپذیریم و بعد ملاک پذیرش ما از نقد چی باشه؟ این یعنی چی؟ فرض کن که من پیکاسو هم توی جوونیش، فرض کن من نمیدونم مونه هم توی جوونیش. این خیلی از این نقاشایی که ما داشتیم نویسنده هایی که ما داشتیم ما نویسنده‌ای داشتیم که کتابش هم فوق العاده زیبا سال اسمش شدم بیاد میگم تو 21 سالگی خودکشی میکنه کتابش رو میبره چند تا انتشاراتی کتاب نوشته بوده کتابی فوق العاده زیبایی هم نوشته مینویسه میبره چند تا انتشاراتی و به استادش هم نشون میده ظاهرا و همه میگن آشغال چیه نوشتی. ولی خب استادش خیلی خوشش میاد از این کتاب میگه که پیگیر شو بالاخره چاپ میشه ولی کم میاره یه جایی میبره خودکشی میکنه. نویسنده آمریکاییه و مادرش خیلی خودش مادر این کتاب میکنه و خیلی دوست داشته. نه مادر میبره پیش این استاده بعدن خود پسر پیش چند تا انتشارات میبره همه میگن آشغاله. خود این مادر وقتی پسرش خودکشی کرده کتاب برای که خونده میگه خیلی خوشگله و حالا کمی هم پسرش دوست داشته قربون دست و بلودیت برم طور میبره و جای مختلف تا اینکه استاد ادبیاتی از این کار خوشش میاد میگه خیلی هم نوعه و هم قشنگه و هم شخصیت درستن و همه چیش درسته. استاد پیگیری میشه چند جایی باز دوباره رد میکنن تا اینکه این بالاخره چاپ میشه و علاوه بر اینکه جایزه میگیره جزو رمان‌های پرفروش دوره خودش هم میشه. من خودم یکی از رمان‌های زیبایی که خوندم همین رمانه که حرف داره واسه گفتن و خیلی از نویسنده هامون تازه این تو 23 سالگی بی خیال شده کشته کنار خودکشی کرده به خاطر اینکه گفتن احمقی آشغال می‌نویسی اینا. اون نقاشایی داشتیم که یه عمری رو در فلاکت زندگی کردن و بعدش مردن 100 سال 200 سال بعد. همین عیسی مسیح زمانی که بود فقط نقد میشد یه سری طرفدار دورش بودن ولی حکومت همه باش مخالفت میکردن تا اینکه حتی به صلیب میکشنش. ایشون میمیره 70 سال بعد از مرگش یه کسی میشینه مینویسه حرفایی که 3 نسل ازش گذشته ولی میشینه مینویسه حرفایی که از مسیح به گوش میرسه. فکر میکنم انجیل لوقا 70 سال 70 خورده سال انجیل خیلی بعد از مرگش تازه هنوز باز حرفش شنیده نمیشه. 600 سال بعد یه پادشاهی میاد مسیحیت رو دین رسمی خودش میکنه واسه اینکه مردم بتونه با هم متحد کنه و بتونه کشور گشایی کنه اصلا با هدف دیگری. خب حالا میخوام بگم که آیا حالا مسیح کاری که میکرد درست بود یا اشتباه؟ احتمالاً مادرش گفته که پسرم یا برو سر یه کاری به زندگیت برس زن بگیر بچه دار شو این چه کار احمقانه یه داری میکنی میخوای دنیا رو آبادش کنی. ولی این شخص گفته که نه من میخوام برم. حالا تو وقتی که ملاک پذیرش نقد میخوام بگم چی باشه تو میخوای نقدی رو بپذیری که بیارتت تو کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستاورد برسی توی بلند مدت ولی در دوره حیاتت به دستاورد برسی. یه کاری میکنی واسه اینکه اون دنیا خدا خوشش بیاد. یعنی کسی میره حتی جونش رو فدا میکنه واسه اینکه خدا خوشش بیاد. یعنی ممکنه کسایی که توی جنگ شهید شدن حالا واسه کشورهای مختلف خودش تو کوتاه مدت و بلند مدت زندگی خودشون نبوده حتی اسم بزرگی هم ازشون نمونده باشه. مثلا قاعدتاً
هوشنگ مرادی کرمانی حتی اگر که دوره خودش کتاباش فروش نمیرفت مثلا نقاشی مثل مونه، همچنان اون دنیایی واسه خودش متصور نبود، ولی اسمی ازش تا مدت ها بعد ممکن بود بمونه، چون یه اثری خلق کرده که یه نفر دوست داشته. یا مثلا اولین طنز پردازه زنه کشور ما یه خانمی بوده، حالا اگه اسمش یادم بتونم که اپیزود طنز پردازی معرفیش میکنه. این بنده خدا 120 سال پیش یک کتابی مینویسه در نقد یک کتاب دیگه ای که در مورد این بوده که زنات شکل باید به مرداشون خدمت کنن. یه جایی حتی تو اون کتاب نوشته که اگه شوهرت اومد بهت گفت که بمیر باید بری خودکشی کنی، اینقدر باید به حرف شوهرت گوش کنی. این کتابی مینویسه در نقد اون کتاب و این کتاب توی پستوی خونش میمونه. سال 1371 این کتاب چاپ میشه، یعنی تو دوره خودت نه، ولی اسمش میمونه به خاطر اینکه این کتاب بالاخره یه موقعی پیدا شد، چاپ شد. پس 4 تا حالت شد، یکی کوتاه‌ترین مدت، بلند مدت دوره خودت، مثل پیکاسو اوایل زندگیش تو فقر، آخر زندگی خودش. هوشنگ مرادی کرمانی اوایل زندگیش تو فقر، از هر خونه‌ای که میره چون خواسته تا دیر وقت شب چراغ روشن باشه کتاب بخونه، مینداختنش بیرون، برق میسوزونه، شبانه میذاری بخوابیم. ولی الان خیلی همه جای دنیا محترمه. یکی از به خاطر آخرت یه کاری انجام میده، یکی هم از واسه اینکه اسمش بمونه. حالا اینکه باز کدوم یکی از اینها ملاک ما بشه که خب نقدی که منو میرسونه به این هدف اون رو میپذیرم، اینو باید سنگامونو با خودمون وا بکنیم که کدومو میخوایم بشنویم. ببین زمانی که من میخوام کسی رو نقد بکنم واقعا به این پارامتر نگاه نمیکنم. من فقط پارامترم اینه آیا دارم چیز جدیدی بهش اضافه کنم، آیا حرفی که میزنم اگر کسی به خودم بزنه حاضرم 3 ثانیه بهش فکر کنم یا نه. ولی اینکه چیزی که میگی جالب درسته، اینه که طرف با چه روی کرده این کار رو داره انجام میده یا این تصمیم رو میگیره. اگر کسی تصمیمش مشخصا چیزی که با بقیه فرق داره اینه که برای آخرتش کاری میکنه، خب انتقادی نمیپذیره because you're nothing. کسی نیستی بخوای انتقاد بکنی، ایشون مأموریتی داره و داره طبق اون انجام میده و این دیگه چیزی که انتقادی بهش وارد. شاید اون جاییه که فاندامنتال موضوعاتی هستن که با هویت طرف درگیر هستن و شما نمیتونی بهش ایراد وارد بکنی، اما موضوعاتی به نظرم پیش میاد که باز با هویت طرف درگیر هستن و مثلا موضوعات خانوادگیش چیزایی هستن که میبینی در مشی و مرام خانوادگی اتفاقاتی هست که اگر بهش ایراد بگیری انگار داری چیز غیر قابل طرحی رو مطرح میکنی. چیزی که میگی اصلا امکان نداره. مثلا چیزی که در 6 نسل به ارث میرسه و همه بهش این چیزی نیست که میگی چیه این نه خانواده ما بوده است، سنت خانوادگی ما یا هر چیزی مثل این که فکر میکنم این چیزی که کانکشن داره با هویت شاید صرفا اون چیزایی نباشن که با آخرت طرف با روی کرده آخرت مدار انجامش میده، اما شاید بالترینش همینه که شما دیگه امکان ورود به انتقاد و اصلاح به هیچ عنوان اصلا امکان ورود بهش نداری. هست مسیرش سخت داره. ببین ما خودمون یه موقعی، من خودم نماز شب میخوندم، یه موقعی باورای شدید مذهبی با میسادم به نماز خوندن، حالا هاپا نمیشدم از نماز. باورای ما هم تغییر کرده. حالا اون موقع اگر کسی بهت میگفت که کمتر نماز بخون، نه ولی باز ببین میگم ما باید اول موضوع صحبتمون رو مشخص کنیم. از نگاه نقاد میخوایم حرف بزنیم، از نگاه نقد پذیر. از نگاه نقاد که من میخوام صحبت کنم، اگر من الان یه حرفی به تو بزنم چند تا حالت داره. یکی اینکه این حرفا میزنم شما همین الان میگی که فلانی یه حرف درستی زد. حالا این بستگی داره که چقدر شما پذیرای حرف من باشی، موضوعت چی باشه، چقدر هویتی باشه، چقدر ایدئولوژیک باشه، یا اینکه چقدر سطحی باشه موضوعی که دارم درش صحبت کنم. یه موقع هست من میرم در موردش فکر میکنم، در مورد اون حرف به خصوصی که زدی 6 ماه 1 سال بعد به نتیجه میرسم که آره فلانی اون موقع این حرفو زد و درست میزد. یه موقع هست اصلا حرفت یادم میره ولی بذرش تو ذهنم کاشته شده. ببین نمیشه تو یه جمله‌ای که میشنوی و فراموش کرده باشی، خودآگاه فراموش میکنی ولی ناخودآگاه مثلا اگه شدت حرف زیاد باشه تو ذهنمون میمونه.
ممکنه سالها بعد در کنار هزار تا حرف دیگه ای هم که قرار میگیره رو هم دیگه جمع بشه و یه منطق جدیدی رو واسه آدم شکل بده. یه موقع هم هست که طرف میمیره و چیزی عوض نمیشه. حالا من تو موضع نقاد آیا حتما میخوام طرف همین الان که بهش دارم میگم سرش بندازه پایین بره عمل کنه به حرف من، یا اینکه نه من به قول این بزرگواره که میرن توی مترو میگن امر به معروف وظیفه است، حالا نمیدونم چرا بعد خیر طرف هم میگیرن میبرن تنبیهش کنن، ولی در حد اینکه شما زاویه دید خودتو مطرح میکنی که حرجی نیست روی این قضیه درسته مطرح میکنی. یه مبنایی که داری میاری ولی مستتره اینه که شما یه نقد کننده یه مسئولیت پذیر، کسی که شاید ازت نظر خواسته، نه اینکه حالا اومدی و پریدی وسط و یه چیزی بگی، و شنواست، حالا نقد رو شما وارد میکنید و توضیحی هم که هست میدید. این اون چیزی نیست که ما به صورت عمومی میبینیم. به نظر میاد که موضوع نقد شونده و نقد کننده اینجا توی یه لوله. آقا شما هدفت بهبود تصمیمات و اعمال منه و منم ازت پرسیدم، بنابراین بهم بگو نظرت رو، چون نظرت مهمه. حالا این از اون مبناست که بله میرسونه به لول زمانی که شما کار منو نقد میکنی، اوکی این عالیه، اما همه توی این لول از انتقاد کلا ساید انتقاد نیستن. این که طرف میاد و بدون اینکه ازش چیزی خواسته باشی حرفی میزنه که مشخصا حتی حرف رو نشنیده ولی یه انتقادی بهش وارد میکنه. مثل اینکه الان مثلا توی بیت حافظم بگیم کسی میاد بگه این دیگه چه شعری، اوکی، ولی آیا 5 تا دیگه شعر میدونی؟ آیا اصلا کل بقیه شعراشو خوندی؟ اصلا مهم نیست. یه نقادی اومد زده میگه که این شعرهای حافظ مزخرفه. آخه یه چیزی که میگی خیلی چطور بگم، خیلی مصلحانه است. این که من یه چیزی بهت میگم و میدونم خوبه از نگاه اهمیت، دقیقاً همین، از نگاه شما، از نگاه اهمیت دهنده میاد. من این نقد رو میخوام، اما یه کسی که فقط یه چیزی شنیده و حالت حتی بگم دیده کسی دیگری به این مدل از رفتار، حتی نه این رفت به این مدل از رفتار این نقد وارد کرده، تبدیل شده به یک الگوی رفتاری براش. هر کی این کار کرد اینو بهش بگو. این اون چیزی نیست که به نظر میاد. چه اشکال داره؟ طرف میزنه ما هم نمیشنویم. ما میتونیم واسه خودمون اصلا یه نکته دیگه میشه اضافه کرد به همین که آقا یکی داره بهت نقد میکنه، تو میتونی نشنوی، میتونی بشنوی، همون موقع عملیش کنی، میتونی در موردش فکر کنی، بعد از 6 ماه، 1 سال، 3 سال عملیش کنی، میتونی هیچ وقت عملیش نکنی. بحث من سر اینه که نقاد که آزاده هر حرف بزنه. آقا حافظ چیه این چرت و پرت نوشته. یه موقعی توی جمعی از بچهای کتاب خون کتاب مگس ها رو بکنم از یه نویسنده واسیلین اتیلیچ، همچین نویسنده یا انگلیسی زبانی، لورد اف دی فلایز. آره نه لورد اف دی فلایز، آفرین همون. اونا قرار بود بخونیم در موردش صحبت کنیم. من خوندم و گفتم که خب این کتابو بهش این نقد رو دارم. بعد بچه‌ها اصلا آشفته شدن، گفتن این توی بزرگترین منتقدای جهان گفتن این بهترین کتاب انگلیسی زبانی که نوشته شده. گفتم که I don't give a fuck. نظر شخصی من اینه که کتابای به مراتب بهتری خوندم از نظر کلی، هم از نظر محتوا هم از نظر فرم. نظر شخصی من اینه که به این کتابی نقدایی به خصوص دارم. نه نویسنده الان حاضره که بگه اشتباه میکنی درست میکنی، اگه بگی گوش میکردم یا نمیکردم. نظر شخصی منه. من نظر شخصی ممکنه این باشه که حافظ چرت و پرت نوشته. چه اشکال داره؟ اینکه من آزادانه نظر شخصی، اگر من حافظ باشم من اینو قلم میگیرم. چرا؟ چون چیزی نگفتی که من کاملا آزادانه میتونی نپذیریش. اوکی، من اصلا واسه تو شعر نگفتم. خیلی ممنون روی کردی که میای راجع به اینکه چه نقدی بپذیریم، چطور بپذیریم. از یک نقد خیرخواهانه از فردی که دیتایی داره که من ندارم یا پرسپکتیوی داره که من ندیدمش. این اون نقدیه که ای کاش همه نقدها این شکلی بود که از یه پرسپکتیوی که طرف میداند اقلا راجع به چیزی که داره میگه چی میدونه و چی نمیدونه و بعد اینکه میخواد کمکم بکنه به من. حالا آیا روی کردش اینه که زود به نتیجه برسه، آیا طولانی مدت، آیا میخواد فقط من یه تلنگر بگیرم و بعدش حالا خودم بتونم دیولپ کنم حرفش رو. that would be the best. حالا اینکه چه نقدی رو بپذیریم، این اون چیزیه که بله من این نقد رو میپذیرم و این نقد چیزیه که من بهش فکر میکنم به طور کامل، من دنبالش هستم اصلا.
اما همه نقد این شکلی نیست که شما حالا لیبل رو همه مدل از حرف‌های ایرادگیر و خردگیر و سرزنش رو گذاشتید نقد. اوکی یه کسی مثلا بعد از مثلا یه چیز دیگه، آیا همه اهانت هایی که بهت شده یادت هست؟ نه. اوکی نقد بودن در زمانشون؟ ممکنه حالا به بیان بدی اومده بیرون ولی حتما یه نقد توش بوده. کسی که نیومده همینجوری رد بشه بگه مثلا اوکی قبوله، قابل قبول به نظر میاد. هر کسی اگر که بگیم چیزی که داره میگه رو میدونه چی داره میگه و فکر کرده بهش، حتی اگر یک توهین باشه در اون موقعیت نقد بوده. correct؟ به بیان بدی بیان شده. آره مثلا نمیدونم یک کتابی داره ایرج میرزا، ظاهراً یک تصنیف سرایی بوده وای چقدر اسم از ذهنم میره که محل نمیذاره به ایرج میرزا، چون ایرج میرزا پادشاه زاده بوده، مال خاندان قجری بوده، ولی اون از خانواده ضعیف‌تری بوده. میگفته تو که با پول مثلا آبا و اجدادی داری مثلا میگی نویسی اینا، من تو اصلا جزء روشن فکر ثابت نمی‌کنم. بعد که یک کنسرتی گذاشته بوده اون بنده خدا، خیلی عجیبه چون تازه هم اسمش شنیدم ولی تو ذهنم نیست. یک بیت شعری میگه که آقا اصلا من با تو کاری نیست. بعد ایرج میرزا خیلی بعدش میاد میره اصلا یک منظومه مینویسه اسمشو میذاره همون بنده خدا و هجویات که نمیدونم تو اصلا از من خوشت نمیاد چون حالا اون یه بار اومدیم و به تعرض کردیم، دلیل نمیشه که کلا همیشه آره. خب بعدش اصلا حالا اینو ادامهش میده و میره در مورد دغدغه‌های جامعه حرف میزنه. کلا فکر میکنم در حد 5 تا 10 تا بیت در مورد فحش دادن به بالا و پایینه این بشره که ولی ما رو دور نندازه این داستانا. ولی بعدش میگه که آقا این حجاب چیه مثلا ما تو جامعهمون داریم باعث میشه که آدما نتونن خودشونو بروز بدن و موارد دیگه که تو جامعه به نظرش آزاردهنده است رو مطرح کنه. در هر صورت هم یه نقدی داره بیان میکنه دیگه. حالا درسته که خیلی سوخته از نقد مؤدبانه اون آدم و خیلی رکیک داره جواب میده، ولی در هر صورت همون فحش هم یه نقدی درش هست. چطور بپذیریم؟ میگن فحشا میذارن کی برمیداره، آقا ما ورش نداریم. شاید حالا تا حدی درست باشه. من با این 100% موافق هستم. اینه که اگر نقد شونده واقعا یعنی دیدگاهت باز است به این که نقد بشوید، اونم یه جور نقده که برات سازنده نیست صرفا. اوکی move on just like that move on. ولی حالا چطور بپذیریم؟ یکی دیگه از سوالات چطور بپذیریم؟ یکی این که باز ما به خاطر اسلام خیلی نقد نپذیریم. یکی میاد توی یک مجله شارلی ابدو یک کاریکاتوری از پیامبر میکشه تو خیابون بهش چاقو میزنن، سلمان رشدی میاد یک کتابی می‌نویسه. اونم نقده از نظرت کاریکاتورم نقده. اصلا هر حرفی که داره بیان میشه به نگاه من شاید پیامبر اسلام زیباترین موجود جهان باشه. قرار نیست همه دنیا اینجوری فکر کنن. بعد اینکه من میام با چاقو آدمو میکشم قاعدتاً کمک نکردم به اینکه پیامبر اسلامو خوب نشون بدم. من یکی از طرفداراشم از میگم که اینکه پذیرای نقد باشیم باعث میشه که اتفاقا نقد اشتباه در بیاد، ولی اگر پذیراش نباشیم احتمالاً داریم دقیقاً تایید میشه انگار. آره. و اینا میبینیم اتفاقا مثلا میاد و دزدیه یه آدمی رو میشه اصلا جوابی توی رسانه ها نمیده، اصلا جامعه فراموش میکنه. ولی یکی انگ دزدی به زده میشه میاد هی شلوغ میکنه هم میپذیرن که آقا نه این احتمالاً واقعا دزدیه کرده که اینقدر داره شلوغ میکنه. پس این پذیرا بودن شنیدن محترمانه نقد حتی شدیدترین حرفا تازه اعتباره اون کسی که نقد پذیری رو یاد گرفته باشه بیشتر میکنه. ببین نقد شدن آسون نیست به هر حال. این که بشینی و کسی بهت ایراد بگیره like if you're being roasted right now اوکی از هر چیزی که حتی نمیتونی تغییری هم توش ایجاد بدی شروع بشه به ایراد گرفتن و این چیزایی که میتونی تغییر بدی خب چون انتخابته و از یک حرکت فکری میاد شاید ایراد گرفتن بهشون سخت‌تر از این باشه که مثلا کچل عینکیه اوکی یه خورده حتی شاید اینا چطور بگم این ضربش کمتره به نسبت اینکه
این حرکت احمقانه است. من فکری بهش کردم و انجامش دادم. میخوام بگم آسون نیست شنیدن نقد و انتظاری هم نیست که آسون باشه و این چیزیه که شاید خیلی همون نداریم. اینکه خب حالا ایرادی گرفته شده است. من فقط برمیگردم به این که مثلا اگه کسی بهم میگه که چرا این کار رو اینجوری انجام دادی، من میگم 1 2 3 اینه، ولی در نهایت بگی نه 1 2 3 این نیست، جور دیگه باید میبود. من میگم که this is it. اوکی، این راهیه که باید انجام میشد و این راهیه که میشه رفت. دیگه اینجوری نیست. خب چطوریه، چطوری درسته و چطوری خوبه. بازم شما البته اونو نقد میدانید، ولی من فکر میکنم من اگر که لازم باشد به اینا فکر میکنم، ولی به عنوان نقد سازنده بیشتر به اونها اهمیت میدم که اقلا یه پرسپکتیو جدید به من بدهن. ولی پذیرش هیچ مدل نقدی به هر حال آسون نیست. این اون چیزیه که تالرنس رو ما نداریم واقعا، که چی که و یکی از خصوصیت‌های اخلاقی لازمه کشور ما در حال حاضر همین گسترش و ایجاد این رواداریه. این که طرف میتواند متفاوت فکر کنه، میتونه اون پرسپکتیو هم بده. این هیچ ایرادی به هویت و موجودیت و باورهای شما نیست. ما الان حتی خیلی وقتا نمیپذیریم که یک شخصی وجود داره که اینجوریه. در این حد ما تالرنسمون پایینه که ایشون اینجوریه و مثلا همسایته. در این لول ما رواداری نداریم، تالرنس نداریم، چه برسه به این که حالا اون شخص بخواد به هم یک رویکرد جدیدی معرفی بکنه. It's impossible to get it. و خیلی برمیخوره به همه هویتی که طرف برای خودش چیده. این تالرنس رو ما نداریم. این تالرنس رو من به هر حال سعی میکنم که بسازم هر بار. شما هم البته هر کاری که میکنید سوالت اینه که انتقاد کن. میگم آخه انتقادی دیگه بهش وارد نیست، چیکارش کنم؟ از انتقاد رو در بیارم، از کجا در بیارم؟ ولی اینکه تالرنسمون بیاد بالا چیزیه که ما واقعا کم داریم. شاید آستانه تحملمون هم به خاطر حجم مشکلات اومده پایین، ولی میتونه به هر حال تالرنس رو میتونیم تمرین بکنیم. اینکه طرف اگر فکری دارد بذار اون فکر رو داشته باشه، تا وقتی آسیبی بهت نزده واقعا بهت مربوط نیست. و این آسیب منظورم این نیست که حالا از وجودش آزار میبینی، این چیزیه که شاید نشه اسمشو گذاشت آسیب. این که واقعا به آسایش خانوادت، به سلامت فیزیکی داره آسیب میزنه، اینو میشه گفت دیگه بله جای ورود داره. اما اینکه مثل این که مثلا این که فرض کن شما اولین بار که یک کسی با به عنوان مثال یک دیزاین جدید لباس میاد بیرون و بچه‌هایی که نمیدونن این چیه دنبالش راه میفتن سنگ میزنن، آقا this is improvement, this is a new look, this is a new approach. این میشه این انگار که خب حالا چون صرفا متفاوت میبینمش شروع کنم به سنگ زدن بهش، ولی نه، تالرنس رو ما نیاز داریم. و این قضیه یه پسره بود موهاشو نمدی درست کرده بود، میدونی که نمیدونم چی کارش میکنن. حالا اگه شد عکسشو میذاریم توی جایی که اینا پخشش میکنیم. باب مارلیا موهاشو دیدی؟ از این آره بیتس آره یه جوری تو هم مثل نمد که درست میکنن بعد اینا دیگه اصلا نمیشورن سرشونو تا بتونه این نمد شکل بگیره. یه پسر از انگلیس اومده بود که اصالتا لهستانی هم بود، بعد این موهاش نمدی بود. هر شما با این تو خیابونا میرفتیم همه چپ چپ نگاش میکردن چون که یک چیز جدیدی بود. بعد میگفت که توی انگلستان چیز رایجیه دیگه کسی چپ چپ نگاه نمیکنه. وقتی نقد یک تابو باشه آدم‌ها چپ چپ نگاه میکنن. اگه من بیام بگم که اسلام شیعی این ایراد رو داره، همه چپ چپ نگاه میکنن. وقتی بیان میشه تمام کشور به هم میریزه، آدمای بیشتری اینو میشنون و بیشتر تحت تاثیر این حرف قرار میگیرن. ولی اگر که نقد چیز رایجی باشه در کنار منی که دارم میگم این ایراد رو داره، ممکنه 1000 نفر دیگه هم 1000 تا ایراد دیگه مطرح کنن و اثرگذاری این ایرادات روز به روز کمتر میشه. میدونی چی میگم؟ یه موقعی من کتاب The Games People Play تو ایران به نام بازی ترجمه شده از اریک برنا میخوندم. من صفحه اول کتابو که میخوندم نمیفهمیدم. بالای 20 بار من صفحه اول خوندم تا تونستم برسم به صفحه دوم و فصل اول کتابو من بالای 20 بار خوندم تا بتونم بفهمم که اصلا این کتاب در مورد چی داره حرف میزنه. و خیلی دردم گرفت که ببین این کتاب دهه 60 توی آمریکا چاپ شده، کتاب پرفروش بوده، چطور من اینقدر میخونم نمیفهمم؟ واسم خیلی درد داشت. الان میبینیم که توی کشورهای توسعه یافته جاستین بیبر که جزو
چیپ ترین سلبریتی های آمریکاست میاد روی استیج رست خودش که هر کسی میاد یه جوری به این آدم اهانت میکنه و اینم در جوابش یک چیز با نمکی میگه. داره تمرین میکنه نقد پذیری و حتی توهین شنیدن رو. حالا اگر که این آدم عادت نداشت به نقد، یعنی دارن کار میکنن روی آدم‌هاشون، روی مردمشون که نقد پذیر باشی. حالا اگه آمادگی نداشت، ما موردایی داشتیم که طرف معروف شده چند وقت پیش، یکی از بچه‌ها کمیل سهیلی مستندی ساخته بود در مورد یک پاپ استار کره‌ای، کی پاپ استار که I think the K stands for Korean. آره آفرین. Okay. که به خاطر اینکه یک دروغی پشت سرش میاد بیرون از روابط جنسیش با یک کسی، خودکشی میکنه. نه ببخشید، کلا پاپا کنار میذاره، افسرده میشه. یکی دیگه اشون بود که به خاطر یک حرف دیگه که اومده بیرون خودکشی کرده. میخوام بگم که این معضل نقد پذیر نبودن بچه‌م فکر کنم که پاپ کم سن سال 20 سالش بوده که اصلا افسرده میشه. یه دختری که فوق العاده فیت بوده به خاطر افسردگی کلی چاق میشه و نمیدونم حتی نزدیک میره به خودکشی و الان یه دونه. حالا این انتقاد نیست واقعا، اصلا هر چی اصلا ترشت میکنن، فوشت میدن. بپذیر که این حرفی داره زده میشه که نباید به خودت بگیری. تمرین کنیم که قوی بشیم نسبت به حرفایی که باب میلمون نیست. همه حرف من و absolutely دقیقاً قبول دارم که همون افزایش تالرنس و رواداریه که طرف اجازه اظهار نظر آزادانه نظر خودش رو میتونه بگه، حتی اگر این نظر سازنده نیست، اصلا انتقاد نیست، چه میدونم آزاردهنده است، که از نظر من اون لیمیت ندارد، حالا جز یه سری محدودیت‌های خیلی خیلی جزئی و اعتباری هم که ما بهش میدیم که تعیین میکنه اعتبار شماست. دقیقاً. من یه مثال برای همین موضوع دارم، اینه که مثلا مثلا من یه فوش اسپانیایی بهت میدم، مثلا بسمیکولو، ناراحت شدی؟ نه، چون نمیدونی چی میگم. دقیقاً. اما این وزنی که به این حرف شما میدی تعیین میکنه که چقدر قرار روت اثر بذاره. این اون چیزیه که کاملا درسته که چی که حالا اگر که تالرنست بالا باشی یا چون بگم مثلا پوسکولوف بشی یه خورده، اینجا اون چیزیه که شما تازه راه رو پیدا میکنی که چه حرفی میتونه برات سازنده باشه. بعضی از حرفا هیچ داستانی بهت نمیگن، ولی بعضی از انتقادها یه چیزی توشه، یه داستانی توشه، میتونی اونو بگیرید علاوه بر حجم زیادی از منفی نگری ها و حرف های ناصحیحی که کنارشه. آفرین، چقدر قشنگ گفتی. شما اگر پذیرای نقد بشی ممکنه 90 تا حرف بیهوده و به درد نخوره ناراحت کننده بیاد که نباید بهش اهمیت بدی، ولی شاید 10 تا دونه حرف درستی هم بیاد که باعث بشه زندگیت متحول بشه. پس یه فایده ای هم خواهد داشت جدای از این که آرامش بهمون میاد. یه چیز دیگه هم از نظر من اینه که اگر که انتقاد پذیر نباشید، خلاقیت هم خود به خود میاد پایین، پسیو میشی در عمل. که ما میبینیمش توی مثلا لول که بهش اشاره میکنی خودت، حالا من نوشتمش، این که مثلا به فلان باور نشه ایراد گرفت، و وقتی نمیشه ایراد گرفت کسی دیگه حرف جدیدی در دفاع از این باور نزده. سالیان ما میبینیم که همه حرفایی که میشنوی همه حرفایی که 30 سال پیش شنیدی. هیچ کسی دیگه آپدیت نیست راجع به این که بهم نظری بگه که با حجم عظیمی از داده های قرن حاضر که من روزمره باهاش روبرو هستم و اطلاعات زیادی ازش میگیرم همخوان باشه. یعنی برمیگرده به این که هنوز میخواهیم فرد 30 ساله رو با مثلا وعده دوچرخه‌ای که برات میخرم سر به راه بکنیم. یعنی دیگه جواب نمیده. سن پذیرش یا حتی لول فکری پذیرشش دیگه تغییر کرده، ولی چون من هیچ وقت نتونستم به این حرف ایراد بگیرم، کسی که بانی و حامی این موضوع بود دیگه نتونسته یک خلاقیتی به خرج بده که یه چیز جدیدی برای من مطرح بکنه یا پیشنهاد بده. که این اون چیزیه که من بهش میرسم که ممنوع کردن این یا نداشتن این تالرنس که عملاً خود به خود دیگران بترسن از این که نظرشون رو بگن، خود به خود شما رو پسیو میکنه، میاره پایین، خلاقیت رو از بین میبره. دقیقاً همینطوره. یه نکته دیگه هم که بخوام اضافه کنم در مورد اینه که هر جایی واسه اینکه نقد کردنمون رو اثرگذارتر کنیم یا حداقل حس بهتر، اگه واسه همون مهمه که نقدمون سازنده باشه، وقتی میخوایم نقد کنیم
همون چیزی که میاد تو ذهنمون، همون لحظه‌ای که میاد تو ذهنمون رو مطرح کنیم. یه موقع هست اینا توی همه شرایط نمیشه انجام داده. مثلا فرض کن الان شما داری توی جمعی صحبت میکنی، یکی یه سوتی میده، مثلا توی جمع بچه‌ها بودیم میخواست بگه لیموزین، گفت لیمونیز، همون موقع بگو که آره منم هولونیز مثلا دوست دارم. خب این اون موقع با نمکه. حالا مثلا بره روز بعد شما بگی که منم هولونیز، طرف هستن دیگه تو اون کانتکست نیست. شما مثلا نیم ساعت بعدش بگو منم هولونیز، دیگه تو اون کانتکست نیست، یعنی بیشتر کریپی میشه تا سازنده. و اینکه یاد بگیریم چیزی به ذهنمون میاد همون لحظه بگیم. در کنار این قرار بگیره که آدم‌ها نقد پذیر باشن، حرف پذیر باشن، لزومی نداره بشنوه عمل کنه. فوش می‌خوری بذار فوش داده بشه، اصلا به خودت نگیر. ما خیلی سخت میگیریم به فوشا. I put a like on it. Somebody swears at me, I would like it. خیلی عالی. اصلا حالا لایک هم نکن. اوکی یه حرفی باد حواس به اصطلاح داره زده میشه، این دو تا که در کنار هم قرار میگیرن، تو راحت حرفتو بزنی و آدم‌ها هم راحت حرفا رو بشنون. این میشه یه جامعه‌ای که بدون حاشیه میتونه به امورات واقعی خودش بپردازه. یه نکته دیگه هم که بود این بود که چقدر جدی یا شوخی بگیریم اتفاقات اطرافمون رو. گفتی پیرمرد خیلی جدی گرفت. توی فیلم جوکر یه دیالوگ این نولان خیلی کارش درسته، دیالوگای فوق‌العاده‌ای داره توی فیلماش. حتی توی فیلم مثلا فرانچیستوری مثل بتمن، جوکر، شخصیت جوکر یه دیالوگ خیلی معروفی داره، why so serious، چرا اینقدر جدی میگیری؟ ما هممون از بچگی درگیر واسه اینکه خودمون رو بتونیم توی جمع آدم بزرگا بپذیرونیم. البته مال نسل ماست، نسل الان خودشون جدی نمیگیرن اتفاقات رو و در عین حال که جدی نمیگیرن تلاش میکنن تا به خواسته هاشون برسن ولی خیلی جدی نمیگیم. ما خیلی جدی میگرفتیم همه چیزا، ناچار بودیم جدی بگیریم که آدم بزرگا ما رو داخل آدم حساب کنن. ولی واقعیتش اینه که ما خیلی تلاش میکنیم واسه اتفاقات ولی تهش هیچ اتفاقی اونقدر جدی نیست و هیچ جدی هم اونقدر شوخی نیست. میدونی چند وقت پیش که داشتم فکر می‌کردم این داستان رو برای یه بنده خدای دیگه از دوستام تعریف کردم که داشتم فکر می‌کردم چه مقدار، چه حجمی از تصمیماتی که تا حالا گرفتم اونجوری که می‌خواستم از آب در اومده. گس 5%. زیرو. هیچ کدومشون. و همین ریالیزیشن باور کن بیشتر 10 دقیقه خندیدم که حتی یه بار really like honestly حتی یک بار نشد که این نتیجه اون چیزی که میخوای باشه. یعنی درست از حتی وقایع جوری پیش برن که اون چیزی که میخوای به دست بیاد. ببین یه چیزی رو من حالا شنیدم این بود که don't take yourself too seriously because no one else does. Okay؟ نه حالا بگم که اهمیت ندید به کاری که میکنید، اتفاقا این برعکس این چیزیه که میگم. از این جهت اهمیت بدید و کاری رو که دارید میکنید با قدرت انجام بدید. اگر کسی انتقادی میکنه یا میخواد یک سوختی به این اضافه کنه، یه فیول بده، یا فقط یک چیز نگاتیو منفی نگره که یک دستند از انداخته وسط، تفکیک بکنید و ازش استفاده کنید برید جلو. حتی خیلی از همین نگاتیویتی استفاده میکنن، میگن در نتیجه کارم درسته. که ما که خیلی کوت راجع به این داریم که اگر ایدت احمقانه است درسته، اگر کسی فحش میده لابد کار درست داری میکنی، چون دیدند که اینجوری شده. این از یه تجربه ای میاد. و بنابراین اون مدل انتقادها هم صرفاً با توجه به برداشت شما بوده که سازنده از آب در اومده، گرچه گویندش هیچ ایده ای نداشته راجع به که چی داره بهت میگه، ولی تو شما تونستی جوری مثبت نگاهش کنی و ازش استفاده بکنی که برمیگرده همش به این که آیا تالرنس داری، آیا رواداری داری، آیا میتونی اجازه بدی کسی دیگری با باور دیگری، با رویکرد دیگری، با پرسپکتیو دیگری زندگی کنه و نظرش رو آزادانه بگه بهت، که عملاً هر چیزی که ایشون بگه مثبت برای شما، پسیویتی تو از بین میبره، خلاقیت رو میاره بالا. دقیقاً. ما وقتی که خیلی جدی بگیریم خودمون و اتفاقات رو، فرض کن که یه بچه رو ببین وقتی داره بازی میکنه ممکنه توی یه بازی ساده بالای 20 بار شکست بخوره ولی واسهش بازیه. حالا اگه جدی میگرفت احساس میکرد که همه دارن نگاهش میکنن، دارن قضاوتش میکنن، الان اشتباه انجام بده آسمون به زمین میاد. ولی همین پیگیری و
پشتکار و ممارستشه که باعث میشه به نتیجه ختم شه. ما کاری که میکنیم ما دقیقا همینقدر جدی نگیریم، حالا نه اینکه شوخی هم بگیریم ولی جدی نگیریم، کارو واسه خود کار و اینکه لذت ازش میبریم انجام بدیم و اگر به نتیجه نرسید کاری که دلت خواست رو انجام دادی ولی لذتشو بردی. همه چیز رسیدن به اون هدف نیست، اینا همه جا میشنویم ما، ولی وقتی میری تو دل کار میبینی که واقعا ملاکه. تو نمیدونم خودت چند بار تالا شده که یه کاریو به خاطر اینکه گفتی میرم تو شکست میخورم انجام ندادی یا بعدش حسرتشو خوردی که اگه میرفتم فلان میشد. everybody does. هممون داریم اینا رو. حسرت نداشته باشی، برو کاریو انجام بده به خاطر لذت خودت و همین جواب میده. مثلا همین هوشنگ مادی کرمانی که امروز خیلی اسمش اومد، کتاب مینویسه توی مجله چاپ میشه، میگم داستان مینویسه تو مجله چاپ میشه که شاملو سردبیرش بوده و چند تا مجله دیگه. بعد همینا رو از استادش پول قرض میگیره به کتابش میکنه، یه دونه کتابو کسی نمیخره. that is a bummer. به یه منتقدی آشنا میشه، منتقد میگه این کتاب فوق العاده است، این مجله ها چاپ شده بعد الان فروش نره، من یه نقد روش می‌نویسم که حتما چاپ بشه. 4 تا کتاب میده به طرف و بعد میبینه خبریش نشد، طرفم پیداش نمیکنه. یه بار داشته تو خیابون رد میشه میبینه پشت یک قفس کتابی کتابش هست، کتابخونه کتابش هست. بعد میره متوجه میشه که اصلا منتقد اینا رو گرفته گذاشته اونجا فروخته، پولی گرفته رفته و عملاً تازه سرخورده میشه. ببین چقدر، ولی اینا رو چرا ول نمیکنه؟ چون که از خوندن و نوشتن داره لذت میبره. همین شخص اصلا دلش خواسته بازیگر بشه. اگه میخواست خیلی جدی بگیره این که من میخوام بازیگر بشم هیچ وقت نویسنده نمیشه، چون تو اون کار شکست خورد احتمالاً میرفت معتاد نمیدونم عرق و نمیدونم یه چیز دیگه میشه. ولی آقا اون کاری که در عین حالی که داشته تلاش می‌کرد واسه بازیگری، واسه کاری که لذت ازش می‌برد داره انجام میداده، آخرش هم همون کار واسه شهرت میاره، واسهش پول میاره، واسهش اعتبار میاره. آدم مگه چی میخواد؟ تازه حتی اگه اینو هم اتفاق نیفتاده، یک مثل مونکه در فقرم مرده، قلموی نقاشیش رو میفروشه تا بتونه نون بخوره یه جاهایی. خب اون آدم هم حداقل کاری که لذت برده. یه داستان خیلی معروفی هست، میگن که یک آدم خیلی پولداری میاد توی یک روستایی ویلا میخره، بعد میرفته توی رودخونه‌اش قایق مثلا خیلی مجللش مورد تو رودخونه ها ماهیگیری میکرد. بعد میده که اون بغل هم یه روستایی میاد و داره ماهی میگیره. بعد سر صحبت توی ماهیگیری اینا باز میشه و بعد بهش میگه که چیه همش تو توی این روستایی که ماهیگیری میکنی یا به هیچ هم اهمیت نمیدی؟ میگه خب چیکار کنم؟ میگه بیا برو ماهی‌ها رو که گرفتی برو بفروش، بعد همینجور بفروش، پولت که بیشتر شد بعد برو یه مغازه باز کن، بعد که اینا مغازه فروشش خوب شد برو چیز کن. خب میگه بعدش چی؟ میگه این فروشش که بیشتر شد بعد برو نمایندگی توی شهرهای بزرگتر بگیر. میگه خب بعدش چی؟ بعدش که مثلا اینا فروشش بیشتر شد بیا مثلا فرانچیز بزن توی یک شهرهای مختلف باز کن و به خارج از کشور صادر کن. میگه خب بعدش چی؟ میگه بعدش میتونی بازنشستی بیای توی روستای خونه بگیری، بیای توی خونه ماهیگیری کنی. I'm already doing that. اگه واقعا کاریه که ازش لذت میبری برو همین الان انجام بده. فارغ از انتقادهای طرف هم سازنده بوده، ولی سازنده بوده. اگر در راستای کاریه که داری میکنی و ازش لذت میبری. ما یک مرضی داریم که من خودم هم دارم، ما رایجه توی جامعه های جهان، اینکه زودتر به پیشرفت برسیم، به پول برسیم و ملاک های موفقیت ما شده اون آدم پول داره که آدم سلبریتیه که هم پول داره هم معروفیت داره. این موضوع خورده شاید متفاوت از صرف انتقاده. ببین این خطکش ما از جای متفاوتی شروع میشه تو هر تایمی. این که کجاست که این خط پایانو میذاری که من باید ازش بگذرم و باز در میاد به خودت هم، ولی اون زایتگایست جامعه هم توش اثر داره، اون روح جمعی که در حال حاضر چی رو میپذیره. فکر نمی‌کنم ولی خیلی کانکشن با بحث انتقاد داشته باشد، ولی البته میجرمنت ما اون از کجا محاسبه میکنیم که قراره ازش سبقت بگیریم تاثیر داره توی این که در نهایت چطوری به خودمون، به کارمون و به نظر سایرین نگاه میکنیم. ببین من از اینجا دارم ربطش میدم که پذیرا بودن نقد ما رایج
در واقع مشترکن، همه انگار اهدافمون یکیه توی جامعه و نقدایی هم که میپذیریم، نقدایی که ما رو به سمت هدفمون پیش میبره. همه تلاش من روی همین نقد پذیری اینه که امضای خودمون، حالا حتما توی یک اپیزود دیگه در موردش صحبت میکنیم، این که فلسفه شخصی داشتن چیه و چرا خوبه که آدم واسه خودشون تفکرات شخصی خودشون داشته باشن. حالا سایرین یا کمکت میکنن توی این موضوع یا نه یه سری چیزا میپرونن مثل تیکه آشغال بنداز وسط و هرچی شد. در هر حال باز همین خود فرده که از هر دوتای اینا چه برداشتی میکنه و میخواد خودشو باهاشون ارتقا بده یا تبدیل کنه به گرزی که باهاش بزنه تو سر خودش. خب یه جمع بندی کنیم و ببندیمش. How about we wrap it up? You do it. من خیلی ننوشتم ولی بگو. این بود که نقد و نقد پذیری به اعمال میتونه باشه، به باورها، به تصمیمات، از این جهت فرقی نداره. شعری که خوندیم قشنگ بود، از نظر من واقعا قشنگه. البته شاید حافظ مبنای خاصی داشته این حرفو زده. حتما درست. اینان به میکده خواهم تافت این مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. چه نقدی بپذیریم؟ یه جورایی انتخاب کرده حافظم که اوکی من اینا رو نمیخوام بشنوم. خودش دقیقاً داره برای خودش اون فیلتر رو میذاره که آقا اونایی که یه اقدامی کردن راجع به حرفی که دارن میذارن من حرفشون رو گوش میدم. مثل اینکه چی؟ مثل اینکه به کتاب من ایراد میگیری. تا حالا کتاب نوشتی؟ بله اوکی حرفتو بگو، من دوست دارم بشنوم. اگر نه کتاب تا حالا ننوشتی خب نمیدونی از صفحه 100 که میری بالا کار چقدر سخت میشه. بنابراین من چیزی ندارم که باید بگم یا حرفی نداری که به من بگی، گرچه اینجوری نیست، شاید داشته باشه طرف، اما حافظم دقیقاً اینجا داره فیلتر خودشو میذاره و حرف یه عده رو نمیپذیره و حرف یه عده رو میپذیره. این اون فیلتریه که شما در خودت میسازی که من آیا حتی بیام و از نظراتی که هیچ مبنایی هم ندارن برداشت مثبت کنم. یکی بهم میگه احمق، اوکی حتی من این رو دارم، من it's not probably good for the views but it's okay to be dumb. It's not a problem. Yeah, exactly. It's okay to be a jerk. It's okay to just make mistakes. Just do whatever you like to do and push forward. حالا نه به این که بگم همه چیزت رو ببازی به خاطر چیزی که داری انجام میدی، جدی هم بگیرش اتفاقا، اما هویتت نیست. هر آن ممکنه که قابل نقد باشه این مسیری که میری، به این سمت کجش کن، ولی هنوز اون چیزی باشه که دوست داری. چطوری بپذیریم؟ آسون نیست، به هیچ عنوان آسون نیست. ما نیاز به تالرنس داریم، نیاز به رواداری داریم که دیدیم که و میدونیم که خیلی ها حتی به صرف این که شخصی مخالف وجود دارد در آزار هستن. این اون چیزیه که ما تو جامعهمون واقعا نیاز داریم بهش، که توی بعضی وقتا برمیگرده به آستانه تحملمون، چون واقعا مثلا موضوعات سیاسی اقتصادی که خیلی دیگه درگیر کنه هستی ما شده جدیدن، با موضوعات ارتباط همسایه با همسایه دیگه درگیر نیست. و اینکه من به همسایم چه نظری دارم گرچه باورش فرق میکنه، واقعا ربطی شاید نداره به سیاست و اقتصاد. برمیگرده به رواداری خودم، تالرنس خودم و لول نگاه انسانی خودم به انسان دیگری. اوکی you continue. واسه اینکه ما بتونیم نقد پذیرتر باشیم یه نکته الان به ذهنم رسید، اینکه ما احتمالاً اگر که توی جمع همسانی باشیم کمتر نقد پذیر خواهیم بود تا اگر جمع‌های مختلف ها امتحان کنیم. شما اگر که کسی رو بشناسی که مثلا همجنسگراست، اون موقع وقتی که در مورد همجنسگرایی صحبت میشه ترس برات نمیداره، نگران نمیشی، میفهمی که اونم یه انسانه با نیازهای خاص خودش و لزوما قرار نیست به تو آسیب بزنه. ممکنه یک کسی که مثل خودت دگر جنسگراست بیشتر به آسیب بزنه حتی از نظر جنسی، تو کسی که هم جنسگراست. این لازم میگی اونایی تو جمع همسان انتقاد پذیری بالاتره یا بیشتر یا کمتره؟ کمتره. چرا؟ چون فرض کن تو فقط میری تو مسجد میای، یکی بهت بگه که آقا اوکی تو همین لول اگر که اون مسجدی کنارت بهت بگه که اونا هم آدمن، برات قابل پذیرش تر نیست؟ چرا؟ ولی شاید چون که مثلا زندگیش نکردی دهده حرف باشه و بگذره. اوکی من توی جمع متخصص هستم و افرادی هستن که میدونم توی کاری که میکنن متخصص هستن. اگر یکی از اونها به من انتقادی بکنه اتفاقا من پذیراتر هستم. خب جمع همسان اینم نکته خوبی شد. این حرف که کاملا درسته. شاید انتقاد جریان نداره تو جمع همسان چون اکسپوز نیستی با رویکردهای دیگری. چه خوب همینجوری داریم میگیم این قضیه در میاد.
ما میدونیم که کسایی که توی مسجد احتمالا فقط رفت آمدشون باشه حرفای غیر همسان رو نمیپذیرن، نمیبینن، اصلا نمیشنون. ولی در مورد جمع متخصص یا مثلا اگر من رفیقم که قبولش دارم باش زیاد وقت میگذرونم بهم نقدی کنه بیشتر میپذیرم تا کسی که نمیشناسم. Here's a suggestion. Put a pin on it. We continue in another episode. Okay. این موضوع میتونه ادامه داشته باشه برای اینکه چه حتی میتونه کمک کنه به اینکه ببینیم چه انتقادهایی رو بپذیریم در جمع همسانت. اگر کسی ازت تعریف میکنه شاید اون تعریف خیلی نگاه دیگه‌ای بهش نشده، شاید حتی تمجیدی هم که تو اون جمع ازت میشه خیلی شاید بها دادنی نیست به نسبت اینکه مثلا من ایده مربوط به ساخت یک مثلا ماشینم رو همه مهندسا تایید میکنن ولی وقتی میبرمش نشون یک مثلا شیمیدان میدمش ایشون کلی ایراد داشت در میاره چون نگاهش مثلا چیز دیگه یه نگاهش به شیمیه که این وسط وجود داره نه اون چارچوبی که مهندس میدیده. میخوام بگم شاید اثر داره توی این که اکسپوز باشیم به چه جمع‌هایی در این که چه انتقادهایی میشنویم چه تمجیدهایی میشنویم و چقدر میتونیم عملاً به اسم انتقاد بپذیریمشون، خلاقیتمون رو بیاره بالا. بکنم تو صحبتایی که کردیم دو تا دونه جمع بندی در مورد جمع همسان بتونم داشته باشم. اینکه ما نقد پذیریمون نسبت به نقد در جمع همسان بیشتره، یعنی توی جمع همسان نقد رو راحت‌تر میپذیریم ولی نقد پذیریمون در کل نسبت اگه فقط رفت آمدمون با یه گروه همسان باشه نقد پذیریمون در کل نسبت به بقیه آدم‌ها کاهش پیدا میکنه و واسه تمرینش میتونیم جمع‌های دیگر رو هم امتحان کنیم. بعد به این موضوع پرداختیم که ملاکمون واسه نقد چی باشه. آیا میخوایم کوتاه مدت اهداف کوتاه مدت رو هدف قرار بدیم، مثلا اگر داری یه کاری انجام میدی میام میگن آقا میخوای زودتر زن بگیری بیا برو سر این کار، یا اهداف بلند مدته اگه میخوای نمیدونم تا 40 سالگی پولدار بشی بیا برو سر این کار، یا اینکه میخوایم آخرت رو لحاظ کنیم یا اینکه اسممون بمونه در آینده. و واسه اینکه من صحبت این شد که نقاد رو محدود کنیم یا نقد پذیر رو پذیراتر کنیم. من به این جمع رسیدیم فکر میکنم که به جای اینکه نقاد رو محدودش کنیم که اتفاق خوبیه که حتی فوش رکیک هم اگه داده میشه ما نشنویم به قول حافظ بی عملان نشنویم ولی نقد پذیری خودمون رو تمرین کنیم که پذیرا و روادار نقدهای دیگران حتی غیر نقد توهین تحقیر هر چیزی که میشه پوستمون کلفتر بشه. این پوست کلفتی هم ارزش واسه خود شخص داره هم واسه جامعه. بسیار عالی. مرسی از تو. Say goodbye to the camera too. مرسی که با ما بودید. خسته نباشید. اگر تا این آخرش واقعا اومدید دمتون گرم، بهتون افتخار میکنم.